امو خیمه قوقا اتش خیلی بالا بگو امو خیمه قوقا. سلام خدمت شنوندگان عزیز مجموعه استریت تاک. من ابوالفضل جی تی ام و اینجا مسجد وای سیتی. امروز یکی از بهترین ایونت های محرمی برگزار شده بود که راجع به امام حسین همچنین نوحه و مداحی و سینه زنی انجام شد که فوق العاده حرفه‌ای، همچنین ویدیوهاش هم در ادامه تو نمایش داده میشه. اینجا خیلی شلوغه، این همه آدم اومده به عشق امام حسین اومده. بله ما ملت امام حسینیم. در ماه محرم مردم هر جایی که باشن به عشق امام حسین میان. الان داخل مسجد تعداد مردم زیاده، دارن بهشون نذری میدن، شروع به سینه زنی و عزاداری کردن. ما واسه امام حسین جونمون رو میدیم. باور کن اگه 72 بار بمیرم 72 بارش دوباره میرم یارش میشم. اگه 200 بارم بمیرم بازم میرم یار امام حسین میشم. این امام حسین واسه ما جون داده تا ما الان اینجاییم. اگه این امام حسین نبود ما الان اینجا نبودیم. عشق امام حسین، ما ملت امام حسینیم. امروز در سرور وای سیتی همه در کنار هم عزادار امام حسین بودیم و در این ایونت به یاد امام حسین یه جور نظر مردم را در این ایونت برگزار شده است. از ساقی این شهر هستم و امسال برای عشق امام حسین به هیچ نوجوانی مواد نفروختم، به هیچ شرایطی نخواهم فروخت، فقط به عشق امام حسین. ما ملت امام حسینی. میتونم بگم که در راه امام حسین اگر 100 بار هم بمیرم باز زنده شدم، جانم را برای امام حسین میدم. خب دوستان، شب آخر ما هم رسیده. گویا تمامی دوستان عزیز وای سیتی پلیر اومدن مسجد عزاداری کنم به عشق امام حسین. شاه ملکوت اینا یموت شاه ملکوت مولود خدا شهر جبروت مولانا علی مولانا علی مولانا سرشات علی الله صاحب علم